برای استفاده از میکرومتر برای اندازه‌گیری قطعات، اولین کاری که بایستی انجام بدیم این هست که ببینیم میکرومتر اینچی هست یا میلیمتر. اگر روی نیم پلیت خود بدنی میکرومتر نوشته بود که اینچ هست یا میلیمتر، خب کار کردن باش راحت هست و تشخیصش هم دیگه راحته. ولی اگر روی خود نیم پلیت خوانا نبود و متوجه نشدید که میکرومتر اینچی هست یا میلیمتر، یه فیلر 1 میلی بین دو تا فک‌ها قرار بدید و از این قسمت میکرومتر بچرخونید. اگر رسیدن دو تا فک‌ها به در واقع فیلر و مماس شدن روی فیلر و این قسمت از فک متحرک 1 میلی رو دقیقاً میخون، پس مطمئن میشید که میکرومتر میلیمتری هست. ولی با توجه به فک متحرکی که دارید میبینید و تا عدد 24 و بعدش هم از 24 تا 0 میشه 25 و این عدد 25 در واقع 25 و 14 هم است، یعنی همون 1 اینچه و کاملا مشخصه. حتی اگر این میکرومتر نیم پلیت هم نداشته باشه، کاملا مشخصه که اینچی هست و هر کدوم از این پارت ها هم 1/1000 اینچ هستن. خب برای اینکه با این میکرومتر کار کنیم، با توجه به اینکه میکرومتر هم در قسمت جغجغه‌ای دارای مشکل هست و هم در قسمت خطای اندازه‌گیری، میخوایم باش کار کنیم ببینیم به چه صورت هست. پس اولین کاری که میکنیم میکرومتر رو کامل میبندیم و ببینیم خطای میکرومتر به چه میزان هست. ببینید زمانی که کامل بسته شده بایستی 0 فک متحرک بیاد روبروی 0 فک ثابت قرار بگیره، ولی عدد 15 اومده قرار گرفته. پس به میزان 15 واحد این میکرومتر دارای خطا هست و 15 واحد بیشتر نشون میده. ببینید یعنی زمانی که بسته هست اگه شما 1 واحد باز کنید در واقع داره 16 رو به شما نشون میده، یعنی 15 واحد داره اضافه نشون میده. پس برای اندازه‌گیری سعی کنید که از اعداد خود میکرومتر استفاده نکنید که بخواید بعدش 15 واحد ازش کم کنید و سعی کنید با خواندن تک تک پارت ها و تعداد واحد هایی که یا تعداد پارت هایی که روی فک ثابت دارید میخونید اندازه میکرومتر رو بررسی کنید. ببینید فرض کنید قطعه رو اندازه گیری کردید و این عدد هست، یعنی عدد 4 فک متحرک روبروی خط مرکزی قرار گرفته. یا یه نفر به شما این میکرومتر رو میده و میگه این میکرومتر رو برای من به میلیمتر بخون ببین به چه میزان هست. شما از قسمت فک ثابت نگاه میکنید، ببینید که روی 4 هست. از روی 4 1 دور کامل میچرخونید تا به عدد 4 برسید، این میشه 1 دور کامل میچرخونید تا آخر که دو تا فک ها به هم برسن و ببینید که چند دور کامل رفته تا رسیده. ببینید 1 دور تا اینجا، 2 دور، 3، 4، 5. ببین 5 دور کامل تا اینجا اومده و تقریبا نزدیک شده. 5 دور، 5 دور ببینیم به 4 میرسه و نرسید، رسید به 15 و یک کامل بسته شد. خب برمیگردید به عدد 4. خب 5 دور تا اینجا اومده، پس 5 تا 25 واحد، چون هر دور فک متحرک 25 پارت که بایستی عدد 5 رو ضرب در 25 کنید و با توجه به این که هر کدوم از واحدهای فک متحرک 1/1000 اینچ هست، ضرب در 1/1000 اینچ میکنید و ضرب در 25.4 میلیمتر میکنید که تبدیلش کنید به میلیمتر. پس میشه تا اینجای کار، چون باز یه مقداری داره که بایستی این هم بهش اضافه کنیم.
پس تا اینجایی که 5 دوری که زده تا به اینجا رسیده میشه 5 ضرب در 25 ضرب در 1/1000 که دقت میکرومتر هست و ضرب در 25/14 میلیمتر و این میشه مقدار عدد میلیمتری میکرومتر تا اینجا. حالا از عدد 4 مجدد اضافه میکنیم ببینیم چند واحد کوچیک باز داره تا فک‌ها به هم برسن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. می‌بینید 14 واحد کوچیک هم داشت که دیگه کامل میکرومتر بسته شد. پس این 14 واحد کوچیک هم ضرب در 1/1000 اینچ ضرب در 25/14 میشه که بایستی اینا با هم جمع بشن. پس مطمئن شدیم که زمانی که روی 4 قرار میگیره یه 5 دور کامل داشتیم و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 پارت هم اینجا داشتیم. پس میشه 14 ضرب در 1/1000 ضرب در 25/14 که میشه میلیمتر. هر عددی بود مثلا x میلیمتر. یه 5 دور هم داشتیم که ضرب در 25 میشه چون هر دور فک متحرک 25 پارت بود. ضرب در 1/1000 میشه ضرب در 25/14 میشه و این هم میشه y. جمع x و y میشه عدد خوانده شده که به میلیمتر هستن. پس به این صورت میکرومتر اینچی رو به راحتی میتونید بخونید و کاری هم به میزان خطایی که داره ندارید و حتما از این قسمت هم میکرومتر رو زمانی که میخواید ببندید استفاده کنید، به لحاظ اینکه اینجا نیروی بیش از حدی اعمال میکنه و به میزان حداقل 1 پارت بیشتر میره جلوتر و حداقل به میزان 1/1000 اینچ که میشه همون 200 در واقع یا 25,000 به شما خطا میده.